سوالات مهمی که قبل از ازدواج باید بپرسید. ازدواج یکی از مهمترین اتفاقات زندگی هر آدمیه. اگر هنوز ازدواج نکردید، حتما این موارد رو بررسی کنید تا دچار ضربه‌های مادی و معنوی نشید. اولین چیزی که باید بررسی بکنید اینه که رفتارش با خانواده‌اش چطوره. برید خونه‌شون ببینید با پدر و مادر یا خواهر و برادرش چطور حرف میزنه. ازش بپرسید کودکیت چطور گذشت؟ آیا خشونت خانوادگی یا کمبود محبتی داشته یا نه؟ اینها مثل یک میراث ناخواسته میتونه روی رابطه شما اثر بذاره. سوال بعدی در مورد پوله. بپرسید پولت رو چطور خرج می‌کنی؟ بدهی داری؟ دقیق نگاه کنید ببینید ولخرج یا خیلی خسیس نباشه، چون پول یکی از بزرگترین عوامل دعواهای زناشوییه. سوال مهم بعدی درباره سلامت روانه. بپرسید تا حالا افسرده شدی؟ مشاوره رفتی؟ سابقه اضطراب داشتی؟ اینها مثل چکاپ بدنی هستند. کمک میکنه بدونید در آینده چطور میتونید همدیگر رو حمایت بکنید، البته بدون غافلگیری. بپرسید سیگار میکشید؟ الکل چطور؟ بررسی کنید آیا مواد، قمار یا حتی اعتیاد به گوشی و حتی گیم داره یا نه. این رفتارها کاملا توانایی اینو دارن که زندگی رو نابود کنن.